که به دنبال ادامه تحصیل توی مقطع ارشد و دکترا هستین، کشور ترکیه با بیش از 200 دانشگاه معتبر و تجهیزات پیشرفته میتونه بهترین مقصد تحصیلی برای شما باشه. توی ترکیه مدت تحصیل ارشد مثل ایران 2 سال و مدت تحصیل دکترا هم 4 سال هستش. برنامه‌های آموزشی به زبان ترکی و انگلیسی ارائه میشن و دانشجویان از امکانات آموزشی و پژوهشی در سطح جهانی بهره مند میشن. نگران مدرک زبان هم نباش. میتونید توی کلاس‌های آموزشی زبان دانشگاه شرکت بکنی و آمادگی لازم رو کسب بکنی. برای ورود به دانشگاهی خصوصی نیازی به آزمون نداریم، ولی برای ورود به دانشگاهی دولتی ممکنه به آزمون‌هایی مانند آلس، سیمت جیاری نیاز داشته باشید. اما این پیشنهاد جذاب، مجموعه فستو میتونه با معرفی اساتید و بدون نیاز به آزمون برای شما توی دانشگاه دولتی ترکیه پذیرش بگیره. شهریه دانشگاهی خصوصی بین 2000 تا 10000 دلاره و شهریه دانشگاه دولتی هم بین 300 تا 1500 دلاره که بورسیه‌های متنوعی مانند ترکیه بورسلاری، بورسیه توبیتاک و بورسیه دانشگاه خصوصی هم ارائه میدن که مجموعه فستو با تجربه‌ای که داره میتونه به شما توی گرفتن این بورسیه‌ها کمک بکنه. نمونه پذیرش‌های ما رو میتونید توی وبسایت یا پیج مشاهده بکنید. اگر هم سوالی داشتید میتونید فرم مشاوره رو داخل وبسایت پر بکنید یا با مشاورین مجموعه فستو تماس بگیرید. تحصیل توی ترکیه نزدیکتر از اون چیزیه که فکرشو بکنید.